تونل هیدرولیکی ایران از خلیج فارس تا دریای خزر. ایده اصلی پروژه ایران رود از دوران قاجار شکل گرفت و مطالعات اولیه آن توسط مهندسان داخلی برای انتقال آب از جنوب به شمال کشور انجام شد. در دوران پهلوی دکتر هومان فرزاد مطالعات هیدرولیکی دقیق را روی مسیرهای مختلف انجام داد و امکان انتقال پایدار آب و تولید برق از خلیج فارس به فلات مرکزی و دریای خزر را بررسی کرد. هرچند طرح اولیه به دلایل استراتژیک و تقسیم کشور به مناطق شرقی و غربی کنار گذاشته شد، اکنون با پیشرفت فناوری‌های حفاری و TBM‌های مدرن داخلی امکان اجرای پایدار و امن آن فراهم شده است. این تونل زیرزمینی صقلی از ساحل خلیج فارس آغاز می‌شود و پس از عبور از فلات مرکزی و شهر اصفهان به دریای خزر می‌رسد. مقطع تونل بیضویی طراحی شده تا جریان آب بهینه باشد و ریسک کاویتاسیون کاهش یابد. حفاری با چند TBM همزمان انجام می شود تا زمان اجرا به حداقل برسد و از تجهیزات موجود در کشور استفاده شود. در مسیر تونل، نیروگاه‌های خطی با اختلاف حد حدود 10 تا بس متر نصب شده‌اند که سالانه بین 10 تا 13 گیگاوات ساعت برق تولید می کنند. سرعت جریان و مقطع تونل به دقت کنترل می شود تا خطر کاویتاسیون کاهش یابد و مخازن موجگیر برای جلوگیری از ضربه قوچ آب و حفاظت از ساختار تونل نصب شده‌اند. آب برداشت شده پس از تصفیه محدود باز می گردد و با دیفیوزرهای عمقی اثر بر ماهیان خاویاری و اکوسیستم دریای خزر کنترل می شود. تغییر شوری دریای خزر کمتر از 9.6% و تراز آب تنها حدود از 0.30 سانتیمتر در سال تغییر می کند که در برابر نوسانات طبیعی ناچیز است. در مقایسه با روش‌های دیگر داخلی، مزایای تونل هیدرولیکی ایران کاملاً روشن است. سدسازی نیازمند تبخیر زیاد، عمر کوتاه و تولید محدود برق است. انتقال آب با پمپاژ انرژی زیادی مصرف می کند و اثر محیط زیستی بالاتری دارد. شیرین‌سازی مستقل، مقیاس محدودی دارد و مصرف انرژی بسیار بالایی دارد. تنها تونل صقلی ایران است که بدون پمپ عمل می کند، همزمان آب و برق تولید می کند، پایدار، در بلند مدت و اثر محیط زیست آن بسیار کم است. در مقایسه با پروژه‌های بین‌المللی برتری ایران برجسته است. پروژه‌های لوله‌ای عربستان، عمان و امارات وابسته به پمپ و انرژی بالا هستند، فقط جریان آب را منتقل می کنند. تولید برق ندارند و اثر محیطی بیشتری دارند. پروژه‌های آب انرژی در لسوتو و استرالیا موفق هستند، اما شبکه پیچیده و وابسته به مدیریت منابع گسترده دارند. تونل هیدرولیکی ایران با طراحی صقلی ساده، طولانی و پایدار، بدون پمپ و بدون وابستگی خارجی، همزمان آب و برق تولید می کند و اثر محیطی بسیار کمی دارد. هزینه کل پروژه بدون احتساب TBM حدود از 3 میلیارد دلار برآورد شده و ارزش اقتصادی برق تولیدی سالانه بین 16 تا 300 میلیون دلار است. بازگشت سرمایه بین تا 1 سال خواهد بود. مزایای غیر مستقیم شامل کاهش بحران آب، جلوگیری از مهاجرت، افزایش ارزش صنعتی، حفاظت از رودخانه‌های داخلی و حل مشکلات شوری و کمبود آب در فلات مرکزی است. نتیجه گیری، تونل هیدرولیکی ایران تنها پروژه‌ای است که می‌تواند همزمان چندین بحران حیاتی کشور را حل کند. این پروژه منبع پایدار آبشور و صنعتی برای فلات مرکزی فراهم می‌کند. بحران خشکسالی و کمبود آب در اصفهان و دیگر مناطق را کاهش می‌دهد. برق پایدار و ارزان تولید می‌کند و از وابستگی به انرژی خارجی می‌کاهد. اثر محیطی بسیار کم دارد و اکوسیستم دریای خزر و رودخانه‌های داخلی را محافظت می‌کند. اقتصادی و پایدار است و بازگشت سرمایه آن سریع و قابل توجه است. در مقایسه با دیگر پروژه‌های لوله‌ای داخلی و بین‌المللی، تونل ایران بی‌نظیر است. طولانی‌ترین، صقلی‌ترین، کم اثرترین و پایدارترین پروژه همزمان تولید آب و برق در جهان است. این پروژه
پاسخی عملی و بلند مدت به نیازهای حیاتی کشور است و بی تردید نقش آن در توسعه پایدار ایران غیرقابل انکار خواهد بود. اجرای آن نه تنها یک ضرورت فنی و اقتصادی است، بلکه یک وظیفه ملی است. ما مردم ایران خواهان راه‌حل‌های بلند مدت هستیم. تونل هیدرولیکی ایران تنها گزینه‌ای است که هم آب، هم برق و هم امنیت تولید می‌کند. چرا این راه‌حل پایدار تاکنون کنار گذاشته شده است؟